السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وأصحابه أجمعين. در موضوع مروزه شما میفهمید که چگونه هر یک شخص تأثیر شیطان را احساس میکند و آنها را به عملهای بد و گناه وادار میسازد. شیطان مخلوق است که مردم را گمراه کردن میخواهد. ابلیس یعنی شیطان دشمن اساسی ماست. شیطان دشمن اساسی تمام مردم و انسانیت می باشد. الله پاک در سوره اعراف آیاتهای 16 و 17 به ما بندگانش خبر می دهد. شیطان گفت: پس به خاطر آن که مرا به گمراهی و هلاکت افکندی، من نیز به سر راه مستقیم تو برای به فریب آنان می نشینم. سپس بر آنان از روبرو و از پشت سر و از طرف راست و چپشان در می آیم و چنان می کنم بیشترشان را شکرگزار نعمتهای خود نخواهی یافت. شیطان پیوسته در پهلوی هر انسان است و همیشه با هر راه به انسان ضرر می رساند. آدمان را با هر وسوسه مجبور می سازد که هرچی بیشتر به گناه چنگ بزنند. در یکی از حدیث های پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم آمده است: شیطان در هر کار در پهلوی انسان است. روایت شده است از امام مسلم. در حدیث دیگر از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از شیطان پرسید: چند نفر از امت من دشمن تو هستند؟ شیطان به جواب گفت: 20 نفر. یکم از آنها تو هستی ای محمد. دوم عالم که از روی دانشش زندگی میکند. سیوم عالم قرآن که آنچه در آن نوشته شده است عمل می نماید. چهارمین شخصی که 5 وقت اذان می خواند. پنجمین نفری است که یتیمان و بیچارگان را دوست می دارد. شخص ششم آن است که دلسوز دارد. نفر هفتم حقیقت جوی و خاکسار است. هشتمین آن است که جوان از کودکی در عبادت الله متعال تربیت یافته است. نهم انسانی که خوراک حلال استفاده میبرد. و دهم 2 نفری که یکدیگر را به خاطر رضایت الله دوست می‌دارند. 11مین شخصی که نماز را به جماعت می‌خواند. 12مین نفری که نماز شب می‌خواند در حالی که دیگران همه خوابند. شخص 13ام آن است که خود را از حرام نگاه می‌دارد. 14م نفری که دیگران را تعلیم می‌دهد یا در حق برادرانش با دل پاک دعا می‌کند. شخص 15م آن است که پیوسته با طهارت است. 16مین نفر سخاوتمند در راه الله. شخص 17م دارای خصلت خوب، دارای خصلت نکو. 18م کسی که از برای دریافت رضای الله صدقه می دهد. شخص 19م انسانی که به زنان در خانه کمک می نماید. شخص 20م آن است که به مرگ آماده است. خلاصه بنده این است که مبارزه با نفس خود با کمبودی هایی که از شیطان برمی آید یکی از اهداف مهمترین در حیات هر یک مؤمن است. هر یک مسلمان باید با مقاومت بر ضد حیله های شیطان کوشش نماید تا اینکه راه کمالات را دریابد.
از الله مهربان دعا میکنیم همه ما را از مکر و حیله شیطان دور بگرداند. پروردگارا ما را برای راست هدایت بفرما و جنت الفردوس را بر ما نصیب بگردان. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران عزیز، لایک را فراموش نکنید، در کانال abone بشوید و نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا از ثواب همراه باشید. از امام مسلم روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که به کار خیر دعوت دهد مانند انجام دهنده آن ثواب میگیرد ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.